یک جوان 19 ساله که فقط 1 سال در MIT درس خوانده بود، تصمیم میگیرد راهی کاملا متفاوت را انتخاب کند. او نمیخواهد فقط یک فارغ التحصیل معمولی باشد. او میخواهد جهان را تغییر دهد. و این جوان کسی نیست جز الکساندر وانگ، مؤسس شرکت عظیم اسکیل آی. الکساندر از هیچ شروع کرد، اما ایده بزرگ در ذهن داشت: استفاده از داده ها برای آموزش ماشین ها. او با جرأت تمام تحصیل را رها کرد و شرکت خود را راه اندازی نمود. اکنون فقط چند سال بعد او با ثروت بیش از $1 میلیارد دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. شرکت او که ارزش آن بیش از $7 میلیارد است، با قولهای فناوری مانند اوپن ای آی، اوبر و جنرال موتورز خدمات می دهد و قلب دنیای هوش مصنوعی شده است.